و چنین اشتباه بزرگ دست میزند. این اشتباه به سر هزاران نفر ناکامی و دهشت و بدبختی آورد. ما باید یکدیگر را بشناسیم، نفس خود را بشناسیم. کسی که خود را میشناسد او خدا را میشناسد. ما باید از جریان و مذهبی که داریم آگاه باشیم. سرمشوجی که با جنگ با جهاد با ما میفهمند اونجا نمیگه جنگ کنید. مثلا میگه من امروز جهاد کردم، امروز جهاد من فرض شد، مثلا هر یک جوان مرد بیاد من جهاد کنه در اینجا، مردی خود نشون میده جهاد اونجا دعوت میکنه روی حق است، کسی که شهید شود اجرش بلند است. ما میفهمیم فتوحات یک شخص اومد گفت یا رسول الله حمله مشرکین بر بالای مدینه است، ایذلی بالجهاد، برای من اجازت بده همراه شما من در این نبردی که با مشرکین میشود در بالای مدینه میخواهند حمله کنند و شرکت کنم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از اون پرسیدن از اون صحابی که اولیداک حیون، آیا پدر و مادر تو زنده هستند؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی سوال کردن صحابی گفت نعم یا رسول الله، ای رسول خدا بله پدر و مادرم زنده هستند. پیغمبر خدا گفت فجاهد فیهما، رفته خدمت همانها را کن، این خودش جهاد است. لیکن امروز صد افسوس که ما نگاه میکنیم کلمه جهاد به معنای دیگر فقط یک معنا میکنن، به معنای قتل، کشتار، خونریزی. چنانچه در اینجا بعضی از برآمدکنندگان گفتند که زنها باید کشته شوند، باید که کودک ها کشته شود. از دیدگاه اسلام این معنا و مفهوم جهاد نیست، این خطای محض است.